السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاگران محترم، این میقاتی از طرف مدینه طرف مکه میره، میای میپوشی گرانیتسا بگیم ده، همجا لباس های احرام تا میپوشی و طرف عمره یا که حج میره. بسیار جای زیبا، ساحه بیرونی، تریتوری بیرونیش بسیار زیبا، سبزه شمالک، هوا تقریبا 30 یا کمتر که شمالک ده، هوا بسیار خوب. خوب این درونی مسجده، این درونی مسجده از این کلونش کردیسم عجایبات ده، بسیار فورم کدومه که عمره میره طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ده همینجا میدره غسل میکنه و بعد در رکعت نفل بخونه میخونه یا 4 رکعت چند قیب بخونه میخونه، نیت میکنه میگه اللهم لبیک عمره یا که پروس لبیک اللهم عمره، نیت میکنه و میره. اینجا نایستگه که فکر شما چه برای خوب نگه داشتن یکان شکایت داشته باشه، رأیو که مهم للتحسین، فکر تو برای باز خوب کردن خدمت. کیف کانت تجربتك في مسجد ذی الحلیفه؟ تجربه چه خیلی بود در مسجد ذی الحلیفه؟ معقول چید نشید؟ مرا معقول شد برای که باور که توالتش بوی عطر میکنن، ولی بوی مسجد اصول است. یعنی را زیر میکنیم النظافه. تصمتش کنی نباندم دامی ویدیو کیسه؟ خیران گفتم تو ببند. نه غیری تصمیم باید بود تیگه این خود بخیر میتونم کدام؟ لا اله الا الله. تریتوری چیه؟ تریتوری همی میقات ذی الحلیفه. اینه دروازه نمروشن ایزنکا و مردکا. اینجا با شرشره ها را گیرون کردگیم، شرشره های آب. لا حول ولا قوة الا بالله. آدما میگن که سعودی او نداره. اینجا هم تویسون آب دارن. این حاضر هم آب داشته سینه. هم که پدریا نگاه کنی آبای هم میامی آبای نه برای آب خوردن، آب تازه.